بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره CSS باکس مدل میخوانیم و میفهمیم که به چی معنا. ببینید دوستا، یکی از مهمترین موضوع می باشه باکس مدل، درست است؟ اگر ما بیاییم سرچ هم کنیم، نوشته میکنیم باکس مدل in CSS، یک عکس را میگیریم و کدامش بهتر است؟ اینی یک مقدار بهتر می باشه و درست است، همین بهتر می باشه. ما چی میکنیم؟ همین از همان استفاده میکنیم. ببینید دوستا، از همه اول باید بگوییم code with Harry. ها، ببینید دوستا، باید بگوییم که اینی قسمت که می باشه کانتنت ما می باشه، یعنی کانتنت ما همین که شروع و همین که ختم می شود با این لاین به حد اکثر فاصله بسیار کم داشته می باشه. درست است؟ بسیار کم فاصله می باشه، یعنی بس فرض می کنیم که از این قسمت شروع تا به می قسمت چی می باشه که کانتنت ما می باشه. درست است؟ چی تکست باشه و غیره. بعد از آن ما چی داریم؟ یک مقدار سپیس داشته می باشیم تا با کجا؟ تا با باردر ما. درست است؟ پس آن مقدار سپیس را چی میگیم؟ پیدینگ. و بعد از آن خود باردر می باشه و آن را اسم را میگذاریم خود باردر. درست است؟ و بعد از باردر الی ختم آن مقدار از فاصله که ما ریزرو کرده می باشه برای کانتنت ما، پس او را ما چی نام میگیریم؟ مارجن. درست است؟ پس این موضوع را ما در این ویدیو میفهمیم و میبینیم که به چی نوع ما از پیدینگ باردر را خود ما تقریبا خواندیم و میفهمیم که چی میباشه. پیدینگ و مارجن تارگت ما میباشه در این ویدیو. درست است؟ پس میریم شروع میکنیم با سنیپت آن و در این قسمت برایش نوشته میکنم ما چی میکنیم که یک دیو بگیریم. درست است؟ یک دیو میگیریم و در آن چی میکنیم که یک هدینگ میگیریم H2 یا H3 خب فرض میکنیم H2 باشه و نوشته میکنیم this is heading. درست است؟ this is heading. و بعد از آن ما چی داریم؟ یک پاراگراف داریم و در پاراگراف ما چی خواندیم که یک لورم را چه رقم ما میگرفتیم؟ لورم و بعدا مثلا 20 لغت باشه یا 30 لغت. خب 25 لغت. درست است؟ همین که انتر کنیم میبینیم که یک مقدار از لغت ها همراه ما می باشه. درست است؟ پس ما چی میکنیم که در این قسمت ما میایم یک کلاس میگیرم. درست است؟ و کلاس را معرفی میکنیم، برایش میگیم که کانتینر. این کانتینر ما میباشه. درست است؟ و چی میکنیم که در این قسمت در این جای برایش میاییم یک آیدی یا کلاس فرق نمیکنه، ما فقط مثال خود را میبینیم. در این قسمت آیدی را میگیریم 1. درست است؟ و همان را ما چی میکنیم؟ 2 و 3. درست است؟ پس ما 1 بود، ما دوباره 1 گرفته نمیتونیم، میگیریم 2 در این قسمت 3. درست است؟ پس چی شد؟ 3 تا چی داریم؟ پاراگراف داریم همراه با 3 تا هدینگش. یعنی پاراگراف و هدینگ چی می باشد؟ در کجا استور می باشه؟ در یک خود کانتینر آن استور می باشه. ما حالی میاییم و چی میکنیم که آن را خود ما یک دیزاین میدیم. پس وقت ما دیزاین میگیریم باید از چی استفاده کنیم؟ از استایل استفاده میکنیم و در استایل برایش نوشته میکنیم که کانتینر ما دات کانتینر، البته
دات کانتینر درست شد. و بعد از آن ما استایل خود را شروع میکنیم و از همه اول کدام استایل را برایش میگیریم؟ یک بیکگراند کلر میگیریم، BG کلر، و بیکگراند کلر خود را یک همی باشه، درست است، میبینین. و همچنان یک باردر میگیریم تا مشخص شود. پس چی میکنیم؟ باردر، مستقیم باردر میگیریم، درست است. ما درباره باردر خوانده بودیم و باردر وقتی گرفتیم ما چی میکردیم؟ سه کار را یک جان انجام دادیم. یکی برایش ضخامت را توسط پکسل نشان میدادیم و بعداً میگفتیم که استایل آن و بعداً رنگ آن، درست است. پس سیاه من میگیرم، رنگی باشه که خب معلوم نمیشه، درست است. میبینیم که برای فعلا فاصله نمی باشه، درست است. پس از همینجا ما درس ما شروع می شود. ما چی خواندیم؟ یکی گفتیم پیدینگ می باشه، یکی مارجن می باشد. ببینید دوستا، برای فعلا ما چی را می بینیم؟ پیدینگ را می بینیم. اگر فرض کنیم می بینیم این چی می باشد؟ تی همراه باردر خود یک نوع بسیار نزدیکتر می باشد، حتی چی می باشه؟ تچ هم می باشد، درست است. می بینیم آن را. ببینین دوستا، بسیار نزدیک می باشه، بسیار زیاد. ببینین، درست است. پس ما چی میکنیم؟ میاییم و در این قسمت چی میگیریم؟ از همه اول گفتیم که چی را میگیریم؟ پیدینگ را میبینیم. پس قسمی که آی هم برای ما داده، پیدینگ را انتخاب میکنیم و پیدینگ را مثلا ما در پیکسل برایش میدیم. در پیکسل چقدر پیدینگ میگیریم؟ مثلا 10 پیکسل، درست است. ببینید دوستا، اول چقدر بود، حال چقدر شد. میبینین؟ خب این ریفرش نشده. ببینین دوستا، پس این 10 پیکسل هم دست چپ، هم از بالا، هم دست راست، هم پایین می باشه. ما می توانیم که پیدینگ را چی کنیم، چی بسازیم؟ مثلا اولش چی می باشه؟ x axis، دوم چی می باشه؟ y axis. حالی ما میایم x و y را می بینیم. میایم در این قسمت میگیرم 40 پیکسل، درست است. پس چی شد؟ اول چی می باشه؟ بالا و پایین چی می باشه؟ در x axis همه را چی میکنه؟ منیج میکنه. و دومش چی می باشه؟ در y axis می باشه، دست چپ و راست، درست است. میایم میبینیم. خب این از قبل لود شده بود. ما چی میکنم که آن را ببینید دوستا، ما ایره مستقیم کنترل X میکنم. فرقش را در این قسمت میبینیم، کنترل X، درست است. پس ما چی گفتیم که 20x برای فعلا خب به هم است، ولی 20x بعدن چی میشه؟ پیکسل چی میشود که در x axis که مثلا چی می باشه؟ افقی می باشه. ولی اگر ما بیاییم از چی استفاده کنیم؟ از y همچنان استفاده کنیم. پس این چی میکنه؟ در y axis ما عمودی چی داشته می باشه؟ یک فاصله آن زیاد می شود، درست است. پس این بود x و y. حالی اگر ما بخوایم که یک مقدار باشه، دیگه مقدار این قسم به این ترتیب همچنان ما کرده میتونیم. پس ما میایم برای این میگیم که تو چند پیکسل باش؟ تو 5 پیکسل باش، درست است. 5 پیکسل ببینید بالا و پایین برای فعلا 5 پیکسل می باشه و این می باشه 50 پیکسل ما آن را میگیریم، درست است. دیگه بیشتر کردیم y axis را. حال وقتی ما میایم سیم را میگیریم، پس این همش ترتیب میشه. اول میایه بالینا تاپ، رایت، باتم، لفت، به این ترتیب تاپ، رایت، باتم، لفت، درست است. پس ما چی میکنم؟ 50 بعد از 50 میایم چی میگیریم که 100 پیکسل میگیرم، درست است. پس ببینید پایینیش 100 پیکسل شد، درست است. اگر ما باز بیایم 150 پیکسل بگیرم دست چپ را، پس ببینید دوستا ای از همه زیاد شد، درست است. این می باشه پیدینگ ما.
که ما در این قسمت فهمیدیم. درست است؟ من مقدار را کم می سازم. مقدار را باید دست چپ چقدر باشه؟ تقریبا دا بهتر می باشه. و دست راست چقدر باشه؟ 50 نه، ما میگیریم دست راست 30 باشه. درست است؟ و پایین کمتر باشه، دا و بالا از قدم کمتر، پس خب پایین دا باشه. درست است؟ حال منظم تر معلوم می شود. میبینیم ببینید دوستا، حال یک مقدار چی است؟ منظم می باشه. پس در این قسمت ما اول برایش میگیم که همه باید چی باشه؟ مارجن و پیدینگ آن 0 باشه تا ما بتوانیم بیشتر با آن سر کار داشته باشیم. نوشته میکنیم پیدینگ 0 و مارجن 0. پیدینگ 0 و مارجن ما چی می باشه؟ 0 می باشه. پس در این قسمت ما بعد از آن میاییم و چی میکنیم؟ این کار را انجام میدیم. پس حال میاییم ما چی میگیریم؟ که مارجن میگیریم. حال مارجن خود را با آن تعیین میکنیم و مارجن همچنان می باشه. درست است؟ به همین قسم کار میکنه. اگر ما یک قیمت داشته باشیم، مثلا دا، پس به همه دا میگیره، دا پیکسل میگیره. ببینید دوستا، بیرون از باردر ما گفته بودیم نه، بیرون از باردر می باشه. مارجن ما بیرون از باردر می باشه. درست است؟ و ای از خود رنگ همچنان داره. ببینید دوستا، اینی رنگ اصلیش می باشه. بله، همین رنگ اصل می باشه. ایرا ما بعداً میبینیم یا همین حالا میبینیم. بیاین دوستا که ایرا ببینیم. انسپکت میکنیم و ببینین ما میاییم در ستایل و در ستایل چی میکنیم؟ کنسول را بند میسازیم و بعداً در بادی ببینین دوستا، کرسر میجه میارم. در این قسمت شما همه چیزها را به راحتی مشاهده میکنید که از همه بیرون تر چی میباشه؟ نارنجی میباشه. بعد از آن باردر چی میباشه؟ یک مقدار زرد میباشه. بعد از آن چی میباشه؟ سبزگونه میباشه. و البته پیدینگ ما سبزگونه میباشه و آبی که از تقریبا بانجانی گفته میتونیم. این چی میباشه؟ خود همان ایریای تکست ما میباشه. درست است؟ پس برمیگردیم و در این قسمت ببینید دوستا، ما گفتیم دا پیکسل اگر بگیریم پس همه چی میشه؟ دا پیکسل گرفته میشه. اگر ما بیاییم بعد از فاصله برایش بگیریم که مثلا 50، پس 50 چی میباشه؟ لفت و رایت زیاد میشه، لفت و رایت زیاد شد. درست است؟ اگر باز ما بیاییم هر یکی را جداگانه بگیریم پس آن را همچنان ما گرفته میتونیم. ببینید دوستا، لفت نه، تاپ، رایت، باتم، لفت. درست است؟ در صورتی اگر ما چی کنیم؟ بیاییم منوالی ما بخواهیم که فقط یک طرف را ما میگیریم، مثلا پیدینگ تاپ، پیدینگ لفت یا تاپ یا باتم، ای را همچنان ما گرفته میتونیم. مثلا در این قسمت ما میگیم که فقط دست چپ بگی یا بالا، ما اول دست چپ میگیریم. درست است؟ پس همین که انتر کردم ما بعداً ما برایش گفتم که 10 پیکسل، پس چی میباشه؟ فقط دست چپ چی میکنه؟ 10 پیکسل میگیره. اگر من 30 بگیرم پس چی میکنه؟ 30 میگیره. درست است؟ همین قسم چی؟ رایت میباشه. ببینید دوستا، دست راست همین قسم تاپ میباشه. درست است؟ بالا. و همین قسم باتم. ببینید پایین تر از آن. درست است؟ و به همین قسم ما چی داریم؟ ما میاییم مارجن همچنان داریم، مارجن تاپ. مارجن تاپ ما مثلا ما میگیریم که 20، پس همه چی میکنه؟ 20 پیکسل بالا فاصله داشته میباشه. ببینیم اینی فاصله از این میباشه، اینی فاصله از پایینی میباشه. ما میایم میبینیم آن را. ببینید دوستا، ببینیم نه فاصله نارنجی که هست بالایی فاصله از چی میباشه؟ از پایینی دیو میباشه. همین قسم اگر ایره ببینیم و بالایی از این میباشه، پایین فاصله از اون هم میباشه. به این قسم ما میتونیم مشاهده کنیم. درست است؟ پس ما بازم گفته میتونیم که مثلا تاپ یا رایت نظر به ضرورت ما چی میکنیم؟ در پروگرام خود از اینها استفاده میکنیم. درست است؟ پس چی میکنیم که ما در این قسمت یک مهم موضوع را اشاره میکنیم. درست است؟ پس ما چی میکنم؟ این را کامنت میگیرم و میاییم چی میکنیم؟ اینی را ان کامنت میگیریم. درست است؟ وقتی ان کامنت کردیم و چی میگیم که
این را ما چی میکنم؟ کمتر میسازم. درست است؟ اینجا اینی زیاد میباشه، من مثلا میگیرم 10. درست است؟ 10 گرفتم و بعد از آن ما چی میکنیم؟ ببینید دوستا، برای فعلا نظر به چی میباشه؟ نظر به سکرین ما میباشه و خود را ادجست میکنه. ولی اگر ما میایم وید را تعیین کنم، نوشته میکنیم وید را چی میگیم که برایش چقدر باشه؟ مثلا میگیم که 300 باشه و پکسل. درست است؟ و یک ریدیس هم میگیریم، چون border radius ما مثلا چند باشه؟ 20 بگیریم. میبینیم 20 کافی است. بله، ببینید دوستا، حالا اگر ما درست است به این طریق ما چی میکنیم؟ یک معرفت داشته باشیم، آن را همچنان ما میگیریم 20 و ریفرش. خب چرا نمیگیره؟ من کم ساختم، باید کم شود. خب این مارجن میباشه، ما باید در چی کم کنیم؟ 15 یا 10 بگیریم. میبینین دوستا؟ درست است؟ پس به این طریقه ما میتونیم همچنان ساحه را چی کنیم؟ کم و بیش بسازیم. حالا میاییم یک چیز را که ما برای شما نشان بدم، ما میاییم به خود استایل. درست است؟ و در استایل ما چی میکنیم؟ یک مهمترین نقطه را میبینیم و اون مهمترین نقطه چی میباشه؟ میاییم در این قسمت ما چی میکنیم؟ دو طرف را میگیریم. درست است؟ کمی بهترتر شد دیگه هم کنترل اس و بعداً بازم میاییم و سلکتر. درست است؟ خب ما حالی میاییم و چی میکنیم؟ حالی میبینیم آن را. ما ببینین دوستا، خب این مارجن میباشه. میبخشین، ببینین این چی میکنه که خود تکست هم چی میشه؟ میبینین ما میگیم که باید تکست چی شوه؟ هیچ از جای خود شور نخوره. درست است؟ با زیاد کردن و کم کردن آن. پس ما از چی استفاده میکنیم؟ از باکس سایز استفاده میکنیم. وقتی از باکس سایز استفاده کنیم، در آن وقت چی میکنه؟ ای خودش را ادجست میکنه. میاییم باکس سایزینگ. بله، باکس سایزینگ. و در این قسمت ما از باکس سایزینگ چی را استفاده میکنیم؟ میگیم که border box. پس بعد از کنترل اس، حالی اگر ما بیاییم چی را گرفته بودیم؟ پیدینگ را. ببینین دوستا، حالی چی میشه؟ یعنی چی شد که این بزرگ نشد؟ باکس ما فیکس شد. حالی درست است؟ باکس ما فیکس شد و حالی چی میشه؟ این قسمت خو بزرگ میشه. ببینین دوستا، این قسمت بزرگ کوچک میشه. ولی ما چی میکنیم با این کار؟ ما میگیم که همراه ما چی باشه؟ ببینین دوستا، و چی میشه؟ که تکست ما پایین میره، به دیگه خط میره. یعنی خود باکس مکمل زیاد کم نمیشه، با تکست سر کار داشته میباشه. حالی پس به این طریقه ما میتونیم که با بسیاری اوقات ما چی کنیم؟ ریسپانسیو دیزاین خود را داشته باشیم. درست است؟ پس این بود موضوع امروزی ما که ما چی را فهمیدیم؟ مارجن را فهمیدیم و همچنان پیدینگ را فهمیدیم و در ضمن ما فهمیدیم که چه قسم ما میتونیم یک باکس را مشخص کنیم. اگر ما با مارجن و پیدینگ سر کار ما میباشه، پس چی کنه؟ نظر به همان ما یک ریسپانسیو باکس ساخته بتانیم. درست است؟ این بود موضوع امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.